آقا سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. آقا شما چند تا فرزند دارید؟ 2 تا. یه نفر. من 3 تا. به نظر شما بچه‌ها تو چه فضایی شاد هستن؟ تو چه فضایی میتونن رشد و ترقی پیدا کنن؟ بستگی داره. به نظر من همون حدیثی که حالا به شعرم گفتند، چون سر کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید باشد. با زبان خودشون، یعنی عالم بچگی رو درک کنیم و با زبان کودکان باهاشون رفتار کنیم و نیازهای اونا رو درک کنیم، یعنی توقع بزرگ بودن و بزرگ رفتار کردن ازشون تو اون سن نداشته باشیم. تو محیط فرهنگی اجتماعی شرکت کنن، در این حال آزادم یه مقداری باشن، اون چیزی خودشون تصمیم گیری میخوان بکنن و تصمیم گیری بکنن، از دور مراقبشون باشین. مثلا وقتی یه چیز مثلا خیلی عجیبی میبینم یا مثلا یه کار مثلا یه جوک مثلا میام خندم میگیره خوشحال میشم. به نظر شما بچه‌ها کجا شادن؟ کجا خوشحالن؟ والا شادی خب تا ببینی چطوری بشه تعبیر کنی. شادی یکی میبینی با یه نون و پیاز هم میتونه شاد باشه، یکی هم میبینی با یه چلو کباب شاد نمیشه. اونجایی که سلیقه شخص خودشون باشه و پدر و مادر هم نسبت به همین مسئله خب دقیق هستن که پدر و مادر از ابتدا چی برای بچه‌شون می‌خواستن و اونام چی می‌خوان و همراه با بچه‌شون باشن. مسافرت، تفریحات بر تابستون، کلاس‌های خصوصی، فرهنگی، اجتماعی، همه چی تفریحی، همه چی باشه. از لحاظ مکان که اگه از نظر من باشه اینجا بهترینه، فضاست براشون. گلستان شاداب، بالاخره شهر بازی‌ها، تو هیئت‌ها میتونیم بهشون امنیت بدیم، باشون سرگرم باشیم. بالاخره همه جا میتونم. اعتکاف مثلا تو مسجد خیلی. به نظر شما تو این عکس‌ها بچه‌ها شاد هستن؟ بله. کجاست اینجا به نظرتون؟ این بچه‌ها چون همشون حالا وابسته به پدرن تقریبا شادن. شادن. بله. 70-80% شادن. بله بیشترشون شاد هستن. بله خیلی. کجاست اینجا به نظرتون؟ والا نمیدونم، من دقیق نمیدونم اینجا کجاست. اینجا که نیست فکر نکنم. ساختمونه کتابخونه مرکزیه. به کتابخونه باشه فکر کنم. آقا اینجا مسجده. مسجده؟ بله. تو صحبتایی که داشتین انجام میدادین اسم مجمع فرهنگی یا مثلا جای فرهنگی آوردین. بله. اما اسم مسجد رو نیاوردین. خب مسجد هم جز مجمع فرهنگی میشه. مسجدی که از مراکز فرهنگیه که داخلش هم همه چی هست دیگه. بله مسجدمون فرهنگی شده. همه آموزشی هست. هم تدریس هست، هم فرهنگ، همه چی تو مساجد هست. الان ما خودمون هستیم داخلش دیگه. مسافرت، اردو، همه چی جزء فرهنگی میشه دیگه. مسجد هم طبیعتاً پتانسیل شاد بودن رو داره، بستگی به اون اهل مسجد و یا متولیان مسجد و اون اهل مسجد. اگر بچه‌ها جذب مسجد بشن چه مقدار اثر داره؟ همون نمازی که میخونن، همین قرآنایی که میذارن تو مسجد، هم کلاسایی که برای بچه‌ها میذارن، بالاخره خیلی تو رشد اینشون تاثیرگذاره. حالا بازم من خودم چون فرزند نداشتم بالاخره تجربهشو ندارم ولی خب بازم تاثیرگذاره. خب ناخودآگاه تو روحشون تاثیر میذاره، با مسائل، با همه مسائل آشنا میشن و حتی فکرهای منفی که شاید تو جامعه باشه از سرشون بیرون میره. چون بعضی القاءاتی که شده نسبت به مساجد، مسائل فرهنگی مذهبی، بچه‌هایی که از مسجد دور کرده. که خودی مسجد وقتی که وارد بشن روحیه بخشه. من خودم از کسایی بودم تو جوانی با مسجد مخالف بودم، ولی هرچی بیشتر رفتم بیشتر وابسته شدم. کلا حدود 80% وقتم تو مساجد. کلا حالا همونجوری که شنیدید دیگه، میگن مثلا ایام خاص سال مثل ایام ماه رمضان آمار خلاف و اینا کم میشه. مسجد هم جای بندگی خداست، طبیعتاً جایی که آدم یاد خداست، از ناامن کردن فضا برای دیگران خودداری میکنه. خروجی مسجد چیه به نظرتون؟ در اگه پیگیر باشن، مداوم شرکت بکنن و تمام مسائل شرکت داشته باشن، 100% تاثیر داره. حالا ممکنه زمان ببره، در طول زمان، نه حال لحظه‌ای باشه. چه طبیعتاً باید تو همه جنبه‌های زندگی، جنبه‌های اجتماعی زندگی باشه و صرفاً به این جنبه فردی و نمازش اکتفا نشه. ان شاءالله موفق باشیم ما تو این قصه. خروجی مسجد باید قطعاً بچه‌هایی باشه که نه اینکه مثلا بگیم مثل شهدا باشن، ولی خب شهدا وار زندگی کنن، مسیر شهدا رو بخوان، بهشون یاد بدن که
نه عین شهدا ولی راهشون راه شهدا باشه و زندگی کنن.